سه روز ما حرمت شما رو داریم. چه بعد شما اینجا تو کار می‌کنید؟ بندازید گردن میاد زمین. با نگاه خودتون برو مامورم. چه مدینه 1404 الان واسه خوب. به جای اینکه بیام در رابطه با این صحبت کنم که اینا چیکار کردن یا چیکار نکردن، میخوام انواع مغالطه رو از کارهایی که انجام دادن آموزش بدم. چون کارهایی که این عزیزان داشتن و رفتاراشون و حرفاشون سراسر مغالطه بود. اولین مغلطه مظلوم نمایی. وقتی نشستن دیدن یه دفعه مامورا یعنی جمعیت اومد که همه وحشت کرده بودن. بعد از اولش هم اومدن از سر خیمه پارچه‌ها رو پرت کردن اون. اینجوری نبود که چیز کنم بیان اول بامون حرف بزنن. ما نشسته بودیم یه گوشه داشتیم نون و ماستمون رو می‌خوردیم. نیرو انتظامی چیکار ما داشت؟ چیکار اساسا؟ ما که نشسته بودیم اینجا تابلو دستمون گرفته بودیم و هر کی هر چی دلمون می‌خواست میگفتیم. اعتصاب غذا کردیم، تحسن کردیم و اگه می‌مردیم هم کسی نباید کاری به کارمون می‌داشت. چرا اومدن اصلا به ما تذکر دادن؟ خبر رسید الان 400 تا موتور از قدرت مجلس بیرون اومدن و در حال حرکت به سمت ما هستن برای کم کردن تحصیل. موتور هر گشتن اومد اسپوره در مقابل مجلس شورای اسلامی. دومین مغالطه توسل به احساسات، توسل دروغ به احساسات. ببینید برق و گاز رو میداد، دزدیش هم میکرد، آب و برق و نور و آب و گاز مردم هم میداد. ما انقلاب کردیم که چادر حضرت زهرا حفظ بشه. ما انقلاب کردیم که خون شهدا پایمال نشه و پرچم اسلام بالا بره. میگه ما انقلاب کردیم که چادر حضرت زهرا حفظ شه، خون شهدا پایمال نشه، اسلامو ببریم بالا. خب اسلام که 1400 ساله هست با همه یه فراز و نشیباش و احتمالاً نیاز به بالا بردن امثال شما نداره. بعدش هم مگه قبل از انقلاب چادر و چادری و مذهب و مذهبی نبوده؟ مگه قبل از انقلاب هیئت نبوده؟ اتفاقا بهترین هیئت‌ها و بهترین مدعاها و بهترین مناسبت‌ها و مراسم‌ها قبل از انقلاب بوده. پاکترین و خالص‌ترینشون. مگه قبل از انقلاب اصلا ما داشتیم که شما انقلاب کردی که خونشون پایمال نشه؟ اکثر شهدا که واسه بعد از انقلابن، یا برای خود انقلاب شهید شدن، یا تو جنگ ایران و عراق شهید شدن، یا بعد از جنگ ایران و عراق تا امروز شهید شدن. شما به غیر از این افرادی که نام بردم، هر کسی به هر طریقی واسه کشورش جون داده باشه اصلا شهید نمیدونی. پس شما انقلاب نکردی که خونش پایمال نشه. برعکس اون شهدا انقلاب کردن که اختلاس نشه، انقلاب کردن که دزدی نشه. شما تو حرفات توسل به احساسات میزنی و میخوای با این مغلطه مردم رو احساساتی کنی که یه عده بگن حجاب پس ما هم هست، چادر حضرت زهرا پس ما هم هستیم، انقلاب پس ما هم هستیم، شهدا رو ما نمیذاریم خونشون پایمال شه پس ما هم هستیم. شما هدفت اینه که اون یه عده رو با خودت همسو کنی، هم مسیر کنی. و مغلطه بعدی دوگانگویی و تناقض نادرست در موضع گیریه. این دو تا برداشت داره. اولیش اینه که میگی ما نشسته بودیم یه گوشه کاری به کار کسی نداشتیم و مطالبه داشتیم. چیزی که ما می‌خوایم مطالبه است. اما اگر یه کس دیگه‌ای دقیقاً مثل شما مطالبه داشته باشه و هر کاری بکنه، سکوت کنه، بشینه یه گوشه، یه استوری بذاره، یه پست بذاره یا یه کلمه برخلاف تفکر شما بگه، خود شما میری دقیقاً نیرو انتظامی رو میگیری، میگی آقای نیرو انتظامی تو چی کاره‌ای پس تو این مملکت؟ چرا اینا رو از کف خیابون جمع نمی‌کنی؟ چرا اینا رو از اینستاگرام جمع نمی‌کنی؟ چیزی که بارها اتفاق افتاده. اونم مطالبه است دیگه. ملت شده آزاده. اما دومین برداشت از این دوگانگی و تناقض در موضع اینه که شما میگی دغدغه من اسلامه. اسلام قتلگاه جوانان، قتلگاه اسلام. من به خاطر اسلام و حجابه که اومدم دارم خودمو میکشم، خودمو خونی میکنم، تحسن میکنم و 48 روز تو سرما و گرما میشینم کنار تو. حاج خانم من بچه‌مو برداشتم آوردم عادت کردم، وصیت‌نامه‌م هم نوشتم، با خانواده‌ام دیگه بستم، گفتم من رفتم. یه عده خانوما اعتصاب غذا کردن. یعنی در صورتی که اگر دغدغه شما واقعا اسلامه، همین دیروز بود یکی از همفکرای خود شما یه روحانی یه ویدئویی منتشر کرده بود و میگفت رباخواری جنگ مستقیم با خداست و آیه قرآنه که اگر یه نفر رباخواری کنه یعنی نزول بده یا نزول بگیره، انگار با مادر خودش 70 بار بغل خونه خدا زنا کرد. اگه دغدغه شما اسلامه، باید بهت بگم که بانک‌های کشور اسلامیمون 40%، 30% یا بعضا خیلی بیشتر ربا میدن و ربا میگیرن. بعضی از بانک‌ها چک خورد میکنن، یعنی بهشون چک میدی، یه درصدی رو کم میکنن، پول نقد بهت میدن و نزول میگیرن. چک خورد کنن. بعضا از نزول خود سر کوچه ما هم خیلی بیشتر و بی انصاف‌تر. اما در آخر یه نکته خیلی جالبی توجه منو جلب کرد. اونم این بود که چرا بعد از 48 روز به شما تذکر داده شد. یهو این اتفاقا باید بیفته و کل کشور درگیر این موضوع بشه و من و شما راجع به این مسئله صحبت کنیم. نمیدونم. امیدوارم که فکر کنیم، یاد بگیریم و تو زندگیمون اجرا کنیم. من دوست دارم جهتگیری خاصی نداشته باشم و سعی میکنم از اتفاقاتی که میفته درس بگیرم و آموزش بگیرم. اگر احساس کردی جهتگیری تو حرفای من بوده، شما آموزشش رو یاد بگیر و انواع مغالطه رو بشناس تا کسی اگر ازش استفاده کرد مچشو بگیری.